در پی زنوزنی شام 29 ایول سال 2024 بین مهاجران در ساختمان میمانخانه ها در کنار پل میلینیوم در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه بیش از 60 نفر 56 زاده ازبکستان، 4 شهروند تاجیکستان و یک شهروند الجزایر را دستگیر کرده به شعبه پلیس یمشیفسک آوردند. در رابطه با این زنوزنی بر اساس قسم یکم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه و اتهام افباشی پرونده گشوده، همچنین نسبت به 12 تن از مهاجران دستگیر شده برای ویران کردن قاعده های مهاجرت پروتکل های مأموری ترتیب دادند. بنا به اطلاع تلگرام کانال مش، در زنوزنی تقریبا 25 نفر اشتراک داشته در جریان مناقشه طرفها از چوب و آرماتور استفاده بردند. نشریه محلی بیزنس آنلاین معین کرده است که مناقشه بین مردکاران از ازبکستان و تاجیکستان به سبب بی احترامی به زحمت یکدیگر سر زده است. معلوم شد که یک کارگر تاجیک بالای پلیت تازه چیده کارگران ازبک پای مانده است. یک مهاجر از کشور عربی الجزایر نیز در بین این بحث کارگران تاجیک و ازبک افتاده، او هم شته خورده است. در ثبت ویدیوی لحظه زنوزنی دیده می شود که مهاجران از سنگ و آرماتور هم استفاده بردند. طرفها را تنها پلیس از هم جدا کرده است، چون که زور پررب‌ها و پاسبان‌ها به ایزیام خون در جوش نرسیده است. یاری تاجیلی هم به جای حادثه آمد. یک نفر را که سرش را زده کفاندند به بیمارستان بردند. پلیس اطراف ساختمان را پیچانیده قریب همه آن کارگران خارجی را که فرار کرده نتوانستند بازداشت کردند. در نتیجه 56 کارگر ازبک و 4 تاجیک و یک الجزایری به شعبه پلیس برده شدند. این علاقه سومین زنوزنی بین مهاجران در تاتارستان در روزهای آخر است. از جمله شب 23 به 24 ایول در نزد کعبه‌خانه 1001 شب در قزان زنوزنی عمومی با اشتراک تقریبا 100 نفر رخ داد. تفتیش نشان داد که آن شب در این کعبه‌خانه توی بود و یک شخص بیگانه ظاهراً مست وارد تویخانه شده به جریان توی خلل رسانیده است. در ویدیوهای نشر شده در بین اشتراکیان زنوزنی صحبت‌ها به زبان تاجیکی نیز شنیده میشد، ولی معلوم نیست که آیا یگان تاجیک در پی حادثه دستگیر شد یا نه. همین طور در سن حولی یک بنا در شهر نابرژنی چلنی تاتارستان بین مهاجران و ساکنان محلی با اشتراک دست کم 20 نفر زنوزنی صورت گرفت. در رابطه به هر دو حادثه با ماده 213 پرونده گشودند. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با مهاجر بدبینی آشکاراش نام برآورده است، این دو حادثه را زیر نظارت خود گرفته است و طلب کرده است که درباره جریان تفتیش این زنوزنی ها با اشتراک مهاجران در تاتارستان به او حساب بدهند. ماه اوگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی ها با اشتراک مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بهرمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم میکنند.